همکاران ما شهلای گلخواجه و عبدالله اشور در روز این حادثه ها در استانبول بودند. و عبدالله اول میگفت که شب تلاش برای تبادلات دولتی شما در مرکز استانبول بودید. حادثه چگونه شروع شد؟ بله طاهر، ما در کنار میدان تقسیم استانبول زندگی داشتیم و حادثه بعد از شام همان شب 16 به یک بارگی شروع شد. اول مشاهده کردیم که ماشین های غیر نظامی رو را در کنار میدان تقسیم بند کردند و در یک آن واحد نظامیان خود میدان را تصرف کردند و معلوم بود که این نظامیان مربوط به وزارت مدافعه جمهوری ترکیه است، چون که از لباس های نظامیشان مربوط به همین نهاد بود. بعد چند لحظه در پس آنها نیروهای پلیس با ماشین های زره پوش و آبپاش ها ظاهر شدند و در همین لحظه ها البته در اکران های تلویزیون های محلی ترکیه رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان ظاهر شد که توسط آیفون البته مستقیما صحبت میکرد با رسانه ها و از مردمش در همین لحظه ها دعوت کرد که به میدان ها بریزند. و شهلا مردم چگونه واکنش نشان دادن؟ خودی تو هم که اونجا بودی؟ بله طوری ما مشاهده کردیم طور وقتی که آنها این دعوت رئیس جمهور را دیدن بلافاصله بیشتری مردم به میدان ریختند و در میان این مردم که خیلی ازدحامشون بزرگ بود، هم زنان به چشم رسیدن، هم کودکان بودند و حتی طوری ما دیدیم برخی از آنها برای مثلا حفظ حکومت کنونی حتی با نظامیان دست به گریبان هم شدند. یکی حتی بود که خود را زیر تانک هم پرتافت. البته اکثر این مردمان بومی بودند، اما چون خود استانبول و طوری هم شما میدونید مثلا میدان تقسیم جای روای بیشتری سیاحان است، اونجا سیاحان خیلی زیاد بودند، ولی به فرق از مردم بومی ما در مثلا چهره مردم بیشتر ترس رو دیدیم که اونها نگران بودند، چون هیچ کس نمیدونست که دقیقه یا ثانیه پس چه حادثه می شود. زنانی بودند که گریه میکردند با کودکانشان. البته واکنش‌ها مختلف بودند. و عبدالله شما نوارها هم که آورد تیراندازی کی شروع شد؟ تیراندازی البته پس از آنکه که رجب طیب اردوغان مردم را به میدان ها فرا خواند، البته در اینجا روی ها میان نظامیان و مردم شروع شدند و مشاهده میشد که تیرهای پنیوماتیکی و یا به سوی مردم خالی میشد. نظامیان خیلی خشن بودند، مردم هم همان گونه. ما البته از این صحنه ها نوار برداری میکردیم و برخی دیگر از خبرنگارها هم بودند، ولی هر لحظه روی ها شدیدتر سختتر بیشتر میشدن، ازدحام هم بیشتر میشد هر لحظه. و فرودگاه استانبول که اونجا هم فکرم آسیب دیده بود در نتیجه حمله ها، کار فرودگاه چی بود؟ بله کار فرودگاه مختل شد. برای زمانه بسیار پروازها البته قطع شد و اونجا که مردم استانبول جلوگیری کردن از ورود تانک ها به فرودگاه آتاتورک، یعنی دائما پر آدم بود. حتی زمانی که روز فردا ما باز میگشتیم، مردم هنوز هم در درآمدگاه فرودگاه بودند، در دست بیرق های ترکیه را در دست داشتند و سرودهای وطن دوستانه البته میخواندند و از خونسا شدن کودتا البته تجلیل میکردند. تشکر. شهلای گلخواجه و عبدالله اشور همکارانم صحبت میکردند که همین صبح از استانبول برگشتند از ترکیه.